یک تحقیقات نشان داده است که دختران در تاجیکستان اساساً در سن 18 سالگی به شوهر میبرایند. در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، دختران در تاجیکستان بروقتر عائله‌دار میشدند. چرا چنین است؟ برای دخترها 20 21 تا 22. برای بچه‌ها باشد 25 میشه 26 هر خیلی. با فکر من هم از همین سن 21 ساله باید دختر به شوهر براید. مثلا بعضی خانواده ها دخترشون در سن 17-18 سالگی عائله‌دار میکنن که این کار نادرست است. یعنی دخترها آماده نیستن به حیات مستقلانه برآمدن و برای همین من فکر میکنم که 24 سالگی این سنی مناسب است. من خودم 23 به شوهر کردم، 24 به تولد کردم. بسیار نرماله. دختر بچه باشد 18، پسر بچه باشد 20 بالا. دخترها قدر بر وقت همین به تیار دادم، به فکر من